Новое радио. дуруд мегӯем ба ҳамаи он нафароне ки ин лаҳза барномаи шомгӯи бетанаффусро гӯш карда истодед. хотиррасон мешавам ки ин мавҷи 95 FM бо шумо ман Зарнигори Рустам меҳмон дорем ин шом. меҳмони воқеан олиқадр, воқеан самимию заминӣ, нафаре ки мардум ниҳоят самимона дӯст медорашон. ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди санъат Афзалшоҳи Шодӣ, шуморо ба радиои Нав хушомадед мегӯям. миннатдорам, ташаккури бисёр. саломат бошед. оғози ҳар як шом ин як офариниш, ин як фурсат барои истироҳати комил доштан. чун барномаи мо ин барномаи шомгӯӣ аст, ман аввал мехостам аз шумо фаҳмам ки шом барои шумо аз чӣ сар мешавад. ман рости гап ҳама корҳои яктараф мемонам ва шом корҳое ки рӯзона кардам, бо ки суҳбат кардам, дар куҷо будам, сабт мекунед. ҳамина бегор ҷамъбаст мекунам, яъне дар фикру хаёли худам ман мегӯям ки ҳаминаш бисёр хуб буд, ҳаминаш бисёр беҳтарин буд, айнаш бисёр безеб буд ё нохуш буд, ё як хабари нохуш мешунавӣ, мисол як нафаре аз олам рафтааст ё як нафаре ягон кори нодуруст шудааст, ягон бечора дар ягон ҷо ягон шикасти дидааст. барои ҳамин қад мехоҳам ки хабарҳои хуш шунавам ва шом барои ҳар як инсон баракати кори рӯзона кардаашро шом нишон медиҳад. воқеан дуруст. махсусан дар шом аллакай мо фикр мекунем, таҳлил мекунем чӣ корҳо ба анҷом расиданду ман чӣ корҳоро бояд боз анҷом диҳем. хуб, зиёд ҳастанд саволҳо. ман мехостам ки оғоз кунам қироати онҳоро аз рақамҳои вайбери. Мадина менависанд: салому дуруд ба ҳунарманди беҳтарин мерасонам, мухлиси ашадии шумо ҳастам ва ба шумо умри дароз мехоҳам. агар илоҷаш бошад як 4 мисра бо овози зинда мехондед. که در خانه و در شهر نگنجی، در خانه و در شهر چی در در نگنجی. آن لحظه که خورشید به بالای سری توست، تنها زی برای تو شدستی پدری توست. دریاب کیش خست، دریاب کیش خست، دریاب کیش خسته، دریاب کیش خست. آن لحظه که با آینه یک رو بنشینی، در دیده خود شعله یزدانی ببینی. آن لحظه که سر تا قدمت آتش و نور است، آن لحظه که در چشمی تو هر سنگ بلور است. دریاب کیش خست، دریاب کیش خست. بیهوده تو را مادری بیچاره نزاده است، بیهوده تو را مادری بیچاره نزاده است. دریاب که عشق است، دریاب که عشق است، دریاب که عشق است،
دریاب که عشق خیلی عالی. واقعا احساس می شود که صدای بسیار مردمی علاقه این صدایی است که به معرفی احتیاج ندارد. زنگ رو قبول میکنیم. خب الو. الو، سلام علیکم. السلام علیکم، شما بخیر. شما هم بخیر باشد و با استاد عزیزم شماجد میگویم. لولا هستم. سلامت باشید لولا. مرحمت لولا، چی گفتنی هستید؟ راستی در هیجان هستم. خیلی استاد رو قدر کردن در کار. صدای خوب دارن و به استاد یک سوال داشتم. مرحمت سوال شما. مرحمت. برای هنرمند شدن هنرمندی که سرودهایشون موندگار باشد چی باید کرد؟ برای هنرمند شدن اول دانش داشتن در کار است. یعنی کتاب‌های بزرگای ما از بابای رودکی تا امروز ازبر کردن در کار، خواندن در کار، سبک هر یک شاعر دانستن در کار و البته آواز خوبم داشتن در کار. این مهم است. و نیکخواه بودن در کار. اگر دل تازه باشد همه چی خوب میشه. بله واقعا درست. زنگ رو قبول میکنیم. میشنویم. الو. الو، سلام علیکم. السلام علیکم، شما بخیر. شب بخیر، شادی باشد. زنی قربانو یک سلام دیگر استادی که واقعا هم صدای خوب دارن و یک احترامی بسیار دارم. من زیاد نسبت استاد درود میگم. تشکر بسیار. اشاری خوجان فردوس هستم. شنونده اصیل رادیو نام مخلص استاد عزیز هستم. استاد را در خاندان ما شامدین ریزه تاج به سر میگم. می ندارم. تشکر بسیار. استاد یک سوال داشتم که استاد عزیز اصلا برای مخلصان خود اصلا همون صدا معرفی میکند یا آهنگ یا متن بیشتر؟ کدامش مهمتر است امروز؟ همین چیز را برای ما میگفته. واقعا سربلند و خانواد باشید استاد عزیز. من شما را بسیار احترام میکنم. در رادیو نام خوش آمدید. تشکر بسیار. سلامت باشید. تاجیکا یک خوراک دارن. این خوراک 1000 سال زیاد شدگی است. تاریخی پیدا شدنشه یعنی آش پلو. به زبان روسی میگه единственное блюдо которое жарится, варится и парится. همش در یک زمان. برای خواندن و سرودن و همین چیزا یک جایگی گفته شما خودتون گفته دادید همشه. برای همین دانش است. البته دانش هم در دل چراغ روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. دانش آدم از همه بلاها می‌دارد، روی ناز نشان می‌دهد، خطاگی نمی‌ماند که آدم خطا کند. کسی اگر عقل و فراست و دانش داشته باشد، کتاب‌های بزرگای ما ناز آموخته باشد، خوانده باشد، بار دیگر میگم که در همه جا کارش برار میگیرد و موفق میشد. عموما انتخاب متن، انتخاب آهنگ، سرود بیشتر در همین مورد به چی شما اهمیت جدی میدید؟ چگونه اون باید باشد؟ مثلا متن، آهنگ. مثلا آهنگ وقتی ایجاد کردن به هنرمند باید که در عمق همون واقعا درون همون شعر باید درآید. همون شعر برای چی نوشتن و اون شعر چی معنی دارد. مثلا استاد میگن که دنیا بنوبت است، از من خبر بگیر. هر لحظه قیمت است، از من خبر بگیر. دنیا بنوبت است، از من خبر بگیر. هر لحظه قیمت است، از من خبر بگیر. از من خبر بگیر. از من خبر بگیر. یعنی که اگر خبر وقتش به نگیری، وقتی میشد که ممکن دیر باشد خبر نگرفته، بعد دیگر هم دیگر نبینی. اینش هم است. و امروز خودش خداوند بزرگ آدم‌های همین خیلی مجبور کرد که آدم‌ها به همدیگر واقعا مهر صمیمی داشته باشند. آدم‌های بسیار فریب دادن، نیرنگ کردن، دروغ بسیار گفتن، خدای پرستش نکردن و خداوند از بنده ها رنجید. یک یهودی دوستی من از اسرائیل زنگ زد، یک تاش از امریکا زنگ زد، یک تاش از روسیه، یک تاش از تاشکند زنگ زدن. اکی افضل شد پاندمی سببهاش در چی؟ من گفتم شما اول یک دولتای مثال بزرگ پیشرفته کلان کنی یک شما گویتون کنی من اول فهمم. بعد ویا گفتن و من با عقیده های ویا راضی نشدم، زیرا که ویا همین گپای عمومی گفتن. من گفتم نه، در افریقا در بعضی قسمت های بالای زمین هم خیلی جایی هست که آدم ها آب نمیوبن که خورن. آب از آب نوشاکی نیافتن ننوشیدن آدم میمورد. درست، بله. جایی هست که نان نمیوبن که خورن و از گشنگی میمورن آدم ها. و یک جایی هست که آدمی هست که 100 میلیارد دلار دارد.
آدمی است که یک 20 نفتینوی کمپانی دارد، آدمی که جهان در دستش است. همین جهان خداوند مجبور کرد که یک ذره‌چه می ده که همین ویروسچه این مملکت‌های در لرزه در آورد. مثلا امریکا، چین، آلمان، اروپا همش قریب همین از همین مردم به بم نگاه نکردن بیچاره و کمبغل. الهو مردمی بیچاره کمبغل روزش خداوند تیاد، نونش شکمش سیر کند، آبش تیاد و همه روی زمین به آدم ها به همدیگر مهر و محبت صمیمی داشته باشن، نوبسته از ملت هایشون. آدم ها نوبسته از دین و مذهبشون. آدم باید آدم رو، چون که وای آدم است، آدم باید آدم رو احترام کند. بله، این از همه مهم، از همه قدرناکترین این البته انسان. و باز زنگ است، میشنویم. الو السلام علیکم. سلام، درود شما بخیر. مرحمت. ما خوجند باستانی. مرحمت. خوجند باستانی، شهری بسیار عزیز، محبوب، بزرگ و حاجی بابا السلام علیکم. و علیکم سلام. و حاجی بابا مولا عبدالرؤوفی تاکسپارک سلامی گرم جوشان میرساند بر شما. تشکر بسیار داملا، زنده باشید برادر. شناختید؟ ها شناختم. یکتا سرودی پدر شود، یکتا صدا میدید در برنامه. مایلش خوب صدا میدید. تشکر برای زنگ. خب ادامه میدیم برنامه رو. باز اینجا بسیار هستند که برای شما نیستند، مخصوصا پیشنهاد میسازیم، زنگ رو قبول میکنیم. الو السلام علیکم. السلام علیکم، شما بخیر. شما تو بخیر باشد. تشکر. میشنوم. از شهر خوجند زنگ میزنید. سلام باید به ازشای شده میرسانید استودیو ارجمند. صحت باشید، سلامت باشید. تشکر. از اون کس احترامانه خواهش میکنیم که سرودی دیلی مادر خانم از استود جوری مراد. اگر از گیریه کردن آب میشد دلی من بود، بسیلی عشق میشد غرق، منزلی من بود. اگر آسان نمیگردید، مشکلی من بود، بزیری موج دریامان، در ساحلی من بود. سلامت باشید. و باز اینجا زیاد نوشتند. من میخواهم که کوتاه مضمون همین سوال رو پیشنهاد کنم با استاد. یک نفر شنونده در رقم وایبر الهام منصوروف میگویند که سلام علیکم با شما، پیش از همه مخلص اشادی شما هستم. برای چی در شهر اصفهان کنسرت نمیمونید؟ ما شما رو بسیار دوست می‌داریم و امیدوار هستیم که شما کنسرت خود رو در اینجا نیز برپا نمایید. یعنی در شهر اصفهان میگویند. حتما من همین گپای همین پاندمی همین خیلی چیزا با گفتی سمرقند یا شود نیست شود سانی میریم کنسرت میتیم البته. باز یک پیامک از یک شنونده میگویند با شما سلام و درود، من پرویز از دلیان دوشتیچ، اگر امکان باشد سرود جوانی رفت و یکی با صدای زنده میخوندن همین سرود رو 4 مصرع گفته ایستادند. گذشتان لحظه شیرین، شکستان کاسه زرین، کجا آن کاسه و آن کاسه گردانی، جوانی رفت بگفتی تلخ دردی، نامه های سوزناکم را خطی بطلان زدی، شیرینی خطلانی، جوانی رفت. سلامت باشید. ما آرزو میکنیم بگذار دلی شما همیشه جوان باشد، صنعت شما همیشه جوان باشد، نگاه و دید شما به زندگی جوان باشد. و بسیار میخواستم فهمم که شما یگانه نفری در عائله هستید که هنرمند، مثلا برادران شما یا گویم خواهران شما یا از گذشتگان شما هنرمند بودند؟ من در عائله یک خودم هنرمند، یک برادر دارم اکای من. خوب. اون کس کارمند دولتی. 3 تا خواهر دارم. خواهرم یکتاش معلمه، دکتری دندان، دوی منگیش، 3 منگیش دکتری بچگانه. و خواهرکای من 2 نفرشون در شهر مسکو و فرزنداشون زندگی میکنن. 1 نفرشون در شهر پنجکند. خدا رو شکر مادری خوب دارم، مادری بزرگ دارم. مادرم 80 ساله هستن، بسیار زنی دانشمند هستن، زنی بسیار هم با سواد هستن. زیاده از 40 سال 45 سال در کودکستان در مکتب راهبر بودن، دیرکتور بودن.
بسیار آدمای تربیت کردن، شاگردای زیاد دارن و امروز مادرم دولت پیری میرونن و من همیشه کوشش میکنم که در دل مادرم هر چی میخواهد اون براشون مهیا کنم. بهترین پیداست که در اویله زیویی به وی رسیدن، چون که نه هر هنرمند اصلا اینقدر با سخن بوی است، اینقدر صمیمی است. همین صمیمیت با گذشت وقت چرا باشد که کم و کم به نظر میرسد، مخصوصا در این جوده. یگون نفر از فرزندان شما کسب و سوهای شما رو پیش گرفتند یا که در دیگر سوها ها خود رو پیدا کردند؟ پسرای من در امریکا هستند، کار میکنن اونجا، نبیره هم اونجا هستند، دختری کلونیم در امریکا است. انا شیروان جان یک هنرمند بسیار هم محبوب است، عزیز است، فقط برای اویله در دایره اویله میذارن. سلطان جان حافظی میکنن، با گیتار سرودهای استرادی میخونن، سرودهای زمانوی میخونن. این کس هم با جوراشون با دوستاشون نشینن میخونن، نامی پدرم هستن. و برنا جان دختری من رسام است، خدا رو شکر. اول کالج رسامی تمام کرد، بعد اکادمی رسامی آمریکا تمام کرد، اومد اینجا اینستیتوت دیزاین تاجیکستان تمام کرد و بسیار دختری زحمتکش است. بسیار زبانهای انگلیسی، نمیسی، آلمانی و چند زبانهای دیگر آموخت و بسیار برای من غم میخواهد که من همیشه کارم خوب باشد، سلامتیم ناز باشد. و این مقرری از دخترها نهایت دوست داری پدر میشوند. رخشان جان هم با نبیره هم در امریکا، شیروان جان، جاویدان همشون در امریکا هستن، نبیره ها کتی. و شهرام جان پسری اسم خوردی هم این سال تمام کرده اومد، اینستیتوت کلتوری شهر قزان روسیه، رژیسور اکتور، حاضر در تئاتر مایاکوفسکی شهر دوشنبه کار میکند. اکنون اکتور میشد، کینو اکتور میشد، در صحنه های تئاتر برآمد میکند و البته کم کم آوازخوانی هم به هوس دارد. یعنی هر نفر از اونها در ساحه‌های گوناگون، ولی گفتن ممکن که در جوده هنر و صنعت تنها در روش‌های دیگر موقع خود رو پیدا کردند. این بهترین است. جانم به من اگر امکانیت میدادم و حالی هم امکانیتی هم اگر همه حافظهای تاجیکستان آوازش کتی پخش کرده میپرتود و دیگه هیچ کس ویا گوش نمیکنه. برای چی امکانیت ندادید؟ برای که ویا بسیار استعداد بلند دارد. برای من گفتم دخترم یک دم طاقت کن خیمون حالی حافظهای امروز دیگرو رو پخش نکن، خونده استن کم بعد وقتش بیاد میخونی. اصلا چی فکر دارید مثلا برای بانو یا که از نگاه شما در صحنه هنر بودن یا که مشکل است یا که در دیگر سوها برایش سبک است یا چگونه اندیشه شخصی شما؟ اندیشه شخصی من همین که کدام دختری که کدام خانومی که به همین صنعت دل داد و بیچاره حافظه شد، دویده همین 4 تا پول داره، همین بیچاره گران کرده میگردن اپشتاشون. من بسیار این چیزا نفرت دارم و میخواهم که همین هنرمند آزاد باشد، هنرمند خودش برای خودش مهنت کند و هیچ کس نگاه نامحرمانه نکند. بگذار ویم آدم است، ویم کسب انتخاب کرده است، خواند. من برنامه سوق و یک مرد یک وقت میخواهد که هم برنامه سوق و معلمه عزیزم خدا رحمت کند، همون کس میخواهد که همراهشون همین عاشقی کند، بعد دعوت میکند برنامه سوق و میگه من میخوام شما برای من حافظی کنید، من چند پلی خواهید میتیم. خیلی برنامه سوق میرن، بعد شوهرشون و پسرشون میگن که شما هم اومده هم فلان رستوران و استیتون، بعد میستن خیلی کس میخونن اون مرد وایما کرده همین پول برآورده دادن میگیرد، بعد آخر بعد طلب میکند که من میخوام که شما عاشق کنم. با یک کس میگه حاضر من آدمی که کتی من عاشق میکنه ما از دعوت میکنم، میگن هم تریزه تخته میکنن، شوهرشون کتی پسرشون میدارد، میگه من این عاشق کردیم و کتی مردک میگه همین بچه تولد شد همسرم یعنی من این مردک میگم بای من عاشق من همین مردک، من یک مردک کتی عاشق میکنم تمام میگن. بعد آدم شرمنده میکنن و آدم بخش میپرسد جواب میدهد. برای همین بگذار که هنرمندا باشن، رقاصه ها، حافظه ها باشن، همه وقت اونها با چشم انسانی آدم‌های دیگری که نیت‌های بد دارن اونو نگاه نکنه، آدمی نگاهی بد نکند، چیکار فقط چشم انسانی، چشم آدمگری، صنعت رو یعنی همچون صنعت قبول کنه. بله، جناب عالی پیشوای معظم ملتی ما همیشه میگن که هنرمندا قدر کنیدون، هنرمندا احترام کنیدون و نام به نام هر یک هنرمند خود پرزیدنت میشناسن، احترام میکنن و ما فخر میکنیم که رهبری دولتی ما، پیشوای ملت ما صنعت دوست میدارن و هنرمندا به قدرش میرسن. برای که پرزیدنت در حصار شادمان بودن در یک سفر و اونجا اکوی محمد سعید یک حافظ بسیار نامی حصار هستن، حافظ خلقی. جناب عالی برای مردم در تالار نشستگی یک سورپرایز میکنن، یعنی که اویستاک میگن که رویتون محمد سعید کسل بود در خونش دعوت کنیدون. وقتی که رفته محمد سعید
استاد حافظ مشهور حصار از خانهشون میبردارن میگن خیزت شما کسلی به نزنید خودتون شوخی میکنن و کمی محمد سعید لباسش پوشیده میاد کجا میریم میبود که جناب اولی خنده کرده پیشواز میگیرن و جناب اولی آغوش میکند و جناب اولی قدردانی میکنن و بعد هوای به آدم کسلیش گم میشد صحت میشد. یعنی اینقدر حرمت پرزیدنت. یا وقتا یادم است که جناب اولی پیشوای ملت غرم رفته میفرن با ورتالیات گروه کاریکاتی همه راهبرای همون ناحیه میپرسن بعد اونجا از وزارت‌ها هم وزیرای هم میروند و میگن که ظفر ناظم نامدن میگن که نه اومدن ظفر ناظم ورتالیات میفرستن از غرم دوشنبه اومده استاد ظفر یافته از همینجا گرفته گشته میبرد غرم رفتنشون زادگاهشون یعنی بله و چقدر حرمت و عزت میکنن. و منم خودم 4 ماه در اروپا بودم در جراحی بودم در آلمان اومدم در کاخ باربه در یک واخوری با روبری دولت در تالار نشسته بودم در 4م قطار روبروی پرزیدنت اون کس صحبت کردن گپاشون گفتن و وقتی از تالار از صحنه فرو اومدن راست اومدن ها افضل شد ناز اومد گفتن حیات مبارزه است سلامتیات نقص شد گفتن من آب چشمم برآمد و رفته سلام کرده آغوش کردم و گفتم که هزار رحمت پدری مهربان پیشوای معظم ملت برای خبرگیری شما برای غمخوری شما که در حقیقت من در آلمان بودم منو دستگیری کردن با فرمان خود جناب عالی چقدر برای من خدمت‌ها کردن از طرف دولت. برای من همیشه دلی صاف داشتن در کار نسبت ملت نسبت تاجیکستان نسبت میهن نسبت مردمش نسبت خلق تاجیکستان. سلامت باشید. خوب بوز نفری هستند که میخواند اینشون با شما صحبتشان میشنویم. الو سلام علیکم. سلام مرحمت سوالی شما. من از استاد خواهش میکنم که سرودی عشق را عاشق کنید چند مصرع برای ما مسرزن میسرویند در رفتی برام تشکر برای زنگ. خب ترانه هایی که واقعا مردمی شدند و نیست به گمانم ترانه از ایجادیات شما که مردمی نباشد همه اونها زود به دل مردم راه مییابد از اون که مضمونی بلند دارد از اون که از ایجادیات شاعران کلاسیکی تاجیک است شاعران معاصر تاجیک است و هر چی که از مردم از خلق باشد باز به دل اونها زودتر راه مییابد. از این لحاظ عشق را عاشق کند تا سوزی عاشق را بداند شعر را شاعر کند شعر را شاعر کند تا در دل عاشق را بداند پیمانه تو هزار پیمانه شکست افسانه تو شهره افسانه ببست بیران مگو خانه دل آباد به خانه مگو خانه چشمت هست عشق را عاشق کند تا سوزی عاشق را بداند شعر را شاعر کند تا در دل لایق را بداند. زنده‌یاد گلنظر مؤلف سرود ملی این شعر نوشتن برای استاد لایق و بسیار یک آهنگی خوشرو آمده بود و این سرود خود استاد گلنظر دوست می داشتن. متاسفانه استاد لایق این سرود نشنیده این دنیا پدرود گفتن و من بسیار بسیار از مخلصای عزیز خودم خوشبخت و خوشنود و خرسند هستم که اینا دردی ما میفهمن سرودی ما قبول دارن و من خصوصا به مردم خوجندشهر به مردم استرافشان به مردم مسشاه به مردم کولاب شهر کولاب به مردم درواز ونج بسیار حصار شادمان یک مردمی صمیمی هستن مردمی ما. تاجیکستان ما بجز آنکه آب هوا کوه زیباگی ها منظره های خوشرو شهرهای دلکش ما امروز داریم بجز این ما آدم های خوب داریم. آدم های تاجیکستان همشان آدم نه اینا آدم جان ها هستن. سلامت باشید. خیلی سخنانی گرم و صمیمی و بشنویم باز که در خط علاقه مرحمت میشنویم. الو سلام علیکم. سلام و درود. صدای رادیوتون رو بستر کنید و مرحمت سوال شما بشنویم. شما بخیر با شما. با شما. با استاد بخیر حضرت. سلام شما بخیر. کجا من مخلص شمایم من یک سوالی دارم اگر بفرمایید. تعطیل کنم نرنجید هم سوال بکنم. یک ویدیو تونده کجا با نام پوتین پرزیدنت روسیه در باید خوندگی بله. همین باید برای چی بوده کجا؟ با سوال شما جواب میدین. تشکر برای زنگ. باید که برای ولادیمیر پوتین خوندم. پوتین حاضر یک کفیل صلح دولت‌های آسیای میانه مشترک المنافع است و پوتین برای آنکه برای مسافرها برای تاجیکایی که بیرون از تاجیکستان در مرز روسیه زندگی میکنن عمر به سر میبرن و اونو کمک کند و دستگیری کند برای بسیار چیزای به نظر گرفته من
خواستم که وصف کنم که پوتین در حقیقت مردی نوترس است، مردی که جهان امروز از سیاست پوتین با خبر است و پوتین همچون سیاستمداری بسیار بزرگی جهانی مردم دنیا اعتراف میکنن. این یک جوابی مفصل برای سوال شما بود و من میخواستم بفهمم که شما نیت داشتید که مخصوصا همین سال در سمرقند ازبکستان یک کلیپ آماده کنید، تیار کنید برای سرودی خود. آیا همین نیت شما عملی گشت؟ سرودی تاجیک و ازبک، یک سرودی خیلی خوب از شعر استاد نیهانی همین خواندم و سمرقند رفته. یک کلیپ هم تو هوایی ساخته مایو در اونجا مهنت و زحمت نداشت. خب لیکن من بسیار آرزوهای زیاد داشتیم و ما با آزادبek نظربek امروز وزیر فرهنگی دولت دوست و همسایه ما ازبکستان هستن، هنرمند مردمی ازبکستان، دوستی نزدیکی من به نزدیکی هم آمده بودن. ما همراه آزادبek مصلحت کردیم که اونجا رفته یک ثبتای خیلی خوب میکنیم و کلیپای نظم میکنیم. واقعا در سمرقند، در بخارا، در شهر تاشکند، در فرغانه، در دیگر مناطق ازبکستان و پاندمی سر شد، همین نقشه‌های ما کمک موقعش گم کرد و من آرزو دارم که این چیزا گذشته رود، صحت سلامت همه باشیم. حتما رفتم من در سمرقند و بخارا، در تاشکند یک ثبتای خیلی عالی و کلیپ‌های خیلی خوب کرده مخلصای شاد میکنم. یک شاگردم بختیار حسنوف از کانی بادام، بسیار شاگرد خوبی من، دودرک من، یک کلیپ کرده در سنت پترزبورگ، کلیپ کرده است، یک سرودی روسیه. همین خیلی خوشروی خوند، کیف کرده، راحت کردم. واقعا چیزایی نقص کردن در کار که مردم در خانه هاشون نشسته وقتی که کوچه به نیم متر برف باشد استراحت کنن و کیفیت دیگر دارد. البته چون میبینیم شما اومدید با اسباب موسیقی و باید گفت که نه هر هنرمند در زمانی مخصوصا امروز میتواند بغیر از اون که آوازخوانی نماید از اسباب موسیقی میتواند استفاده برد. لیکن ما میدونیم و بسیار دیدیم این چنین در برآمدها که شما از اسباب موسیقی ملی استفاده میبرید، هم مینوازید و هم میسرایید. من فکر شما چگونه است استاد؟ هنرمند حتما باید تواند نواخته، توانستنی یعنی اسباب موسیقی، صنعتکار باید از عهده اون برآمده تواند. بله مهم است. هنرمندایی که در صنعت جانیسار هستند خب باید که با آوازی زنده، با موسیقی زنده سروده سرایده باشند. استادی صنعت، هنرمندی مردمی. گوش کنید. در راههای زندگی آهسته رو، پیوسته رو، بشکن هزاران صد ره اما دل نشکسته رو. از رازهای کس مدان خواهی که بکشایی طلسم، با دلبری صاحب دل بسته رو، دل بسته رو، دل بسته رو، دل بسته رو. خواهی که چون گل دسته باشی بروی دست ها، بر پیشوازی دوستان از بستان وارسته رو. دانی که می فهمد تو را، دانی که می خواهد تو را، در خاطری عقلی خیرت چون مصرعی برجسته رو. گاه صفای تو بلند، شایستگی خواهی اگر شایسته رو، شایسته رو. تا از همه داناتری یا از همه بالاتری، اما به هر جا کی روی دانسته رو، دانسته رو.
اما به هر جا کی روی دانسته روی بهترین اولی این سرود مصرع‌ها مضمون آن متن‌هایی که واقعا شما انتخاب میکنید از این نه تنها انسان راحت میکند بلکه این یک وسیله تربیه است. در هر یک مصرع‌ها در هر یک سخن‌های هست که انسان رو تربیه میکند همزمان در رفتار و کردار در عمل در معاشرت و مناسبت انسانی با هم داشتن. خیلی نوازشی اولی بود. چند مدت پیشتر یک آوازه پیدا شد در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً که گویا نقلیات شخصی شما در راهی عینی با آب فرو رفته باشد. همین گفته ها تو چند روزه حقیقت دارند. سپوتنیک تیجیه میتونستم که سودی بین المللی بتیم. خوب شرمنده کنم همون سپوتنیک. خوب اکو برای وایمای پول یافتن و برای کار خودشون شده نام ما استفاده میبرن. افضلشاه شادیوف با دریا ماشینش با دریا را و یک دولان ماشین بوده است یک بچه بوده است از عینی بوده است از همشهریای ما. خوب و همون بچه بیچاره ماشینش دریا برفته هم نامی من بوده است. یک وقت جوربک مرودوف در مرزاب ماشین زد گفته در گازیتو چاپ کردن من افضلشاه شادیوف دریا برفتن. سنگلی میرزایف یک وقت گفتن بیچاره همین ما صنعتکارا در بالای همین کریسپاندنتای سپوتنیک و اینا موندگیم اینا در بالا همین خودشون اگر روز میزنن برای که اینا همین کارشون نقض نیست. نامی ما گرفته دروغ مردم وایما کرده ترسونده. این از صمیمیت و حقگویی راستگویی هزارها آدم زنگ زدن باور از امریکا از اسرائیل از ایران از هندوستان چقدر دولت‌ها به من زنگ زدن جلوی من تیچو تیفسو خرشو از مسکو 1000 تا تلفن شد. من گفتم فامیل ما افضلشاه شادیوف مون значит دانی вот پاشیب که تگ نپیچاتلی گفته با من اینو دستگیری کردم و به هر حال این کاراشون خوب نیست. یگان روز همون آدمی که همین کارا کردگی نامی خودش دمو دورنی دریا غلطیده گم میشد میرد یا دتگ یگان بالا با گفتار میشد. این کارا خوب نیست. این مردم بله تعلقاً مادری من 80 با همین گپ یک کس رفته در مادری من گوید که افضلشاه شادیوف ماشینش دریا برفته است مادری من چی میشه؟ خطرناک است. البته برای من در انتقال گویم خبرها اصلا باید موافقی کسبی پیشه کرده و انسان باید عدالتکارانه موافقی دانش و دقیق بودن دلیل عمل نماید. می نویسن و بعد تگش به بعدو کامنتارش می نویسد که این همنامش بوده سو کیمچی ماشینی کیمچ خیلی بوده سو وایما کرده. همین گپا من خودش در کار نه. همین دولت تینج امنیت کشور تامین زندگی مردم رفسوده است. هر کس یه برده نونش خودش یافته خورده گشته است. همین خدا به شکر همه ناز همین گپای پانیک کرده وایما کرده مردم ترسونده. درست. برای چی ما از شما پرسیدیم انا همین گفتهای شما مخصوصا در منبر بلند رادیو میتواند که به مردم یک معلوماتی دقیق از زبان خود شما دهد که این بر دروغ بود. بگذار چنین باشد. ما خیلی شاد هستیم. ماشین بیچاره همون دولان بوده است. هم بچه هم فامیلی من بوده است. افضلشاه شادیوف بوده است. هوای امیلویم سلامت باشه. سلامت باشه. اکنون میشد خیلی چیزا این خیلی وایما ها خیلی چیزا نمیدونم کیم خیلی یک گپایی که با آدم یعنی خوش نمیبیاد. درست است. در حیات صنعتکار از همه چیزی حساس این پیش از صحنه بر اومدن یا که هنگامی در صحنه بودن و ما البته میدونیم که قریب تمام حیات شما در صحنه در خدمت مردم خلق گذشته است و حالتایی که برای شما خاطرمون بود عجیب بود یا که گویم تو اندازه خنده آور بود که پیش از با صحنه بر اومدن با شما روی داده است یا که هنگامی در صحنه بودنتون روی داده است. از همین گونه حالتو اگر در یاد داشته باشید میشنویم. یک وقت ما سفر کردیم هندوستان با. خب یک 3 سال قبل از این در فستیوالی بسیار کلان قریب یک 21 دولت دنیا اشتراک میکرد. از تاجیکستان من با همراهی نازیه کرامت الله جیانم دختری کرامت الله رحمتی و هنرمند خلقی تاجیکستان استاد قربانعلی رحمانوف همین رفته از طیاره فرو آمدیم و گفتن که راست میریم کنسرت سر میشد. همین رفتیم برنامه کنسرتی شروع شدگی تیز در آمدیم یک خانه‌چه یافتیم لباسامو پوشیدیم آماده شدیم و اونجا موسیقی میرود. من گفتم اگه قربانعلی از نوبتی من اگه قربانعلی گفتن نه آخه این سرودی من یا آهنگ من باز نوبتی من. خوب موسیقی سر شد همین ریتمی همین اوفر رفت اگه قربانعلی همین برو اومدن صحنه یکی پاوز سر میشد موسیقی میرد که موسیقی من میرد.
عجیب بود. همین رقص کده برآمدم و طرف مردم یک تعظیم کردم، استاد قربانعلی دستگیری کردی. بعد سرود خوندن سر کردم، خوندم، اون کسا خرسق زدن. بعد من تمام کردم، بعد نوبت اون کس شد گویا که همین خیلی کردیم که گویا پروگرام با همین چیز بود، همین لیکن نبود. ساختم که همین خیلی شد. و از استاد جوربک مرادوف بسیار چیزای آموختیم. یک هنرمند بسیار مشهوری دنیا اون کس هستن، خدا عمرشون دراز باشد. و از استاد ظفر نازیم بسیار چیزای آموختم من، از استاد بای محمد نیازوف، از استاد اودینا هاشیموف، نیریا امینوف، برنای سوق و شایسته ملاجان و احمد باباخولوف، معروف خوجا بهادروف، بسیار هنرمندای مشهور و محبوب، جوربک نبیوف. و همین صنعت بزرگش در اون است که اگر کنی با پسر کشی از پدر یا کنی با پدر کشی از پسر میگن. همین اگر همون استاده من حرمت کردم، همشون جا به جا حرمت کردم، کجایی که دیدم واخوردم یک قدردانی کردم، یک آدمگری کردم، یک احترام کردم. و با استاد ظفر نازیم اولی کارم با اون کس سر کردم و یک سال قریب در بریگاد اون کس همراه اون کس کار کردم. انسامبل ربابچی زنو با کار کردم. مجنون براتوف خدا رحمت کند راهبر بودن. و از اونجا به انسامبل استاد جوربک مرادوف گذاشتم، به انسامبل ترانه و رقص زرافشان. و از همین استادها آموختیم و به همینو خدمت کرده باشیم. اگر شاید نباشدم من خیلی قدردانی کرده باشیم، یک نشسته باشن، اگر یک پلو چای آورده دادیم، یک کاستومشون رو برداشتیم، تارشون رو برداشتیم، یک احترام کردیم. امروز شاگردای زیاد دارم که من حرمت میکنن، در خوجند، در اسفره، در کونی بودم، در استرافشان، در کولوب، در بدخشان، در دروز، در حصار شادمان، در دوشنبه، در کجای نباشم خدا رو شکر شاگردا هستن. و هم تو میرم که همین نمیمونن که یگان چه دستم میگم تورا میگیرن، لباسمو میگیرن، استاد اومدید خوش اومدید، الکه چایخونه به آش فرمودگی احترام میکنن. و یعنی همین چیز راست بوده است. کسی که کسی حرمت کند از خدا حرمت میگردد، یعنی از یا شاگرد یا از فرزند. وقتی پسر پدرش، من پدرم بسیار حرمت میکردم. پدری من یک آدمی بسیار نامدار بودن، رئیس بودن، آدمی عالی قدر بودن، در همه جای تاجیکستان پدری منم میشناخت، احترام میکرد. من پدرم بعد وقتی پدرم نفقه برآمدن کوشش کردم که همین چیزی که دلشون خواهد همون کنم، همینم کردم، من در حقیقت کردم. و امروز فرزندای من خدا بشکر برای من خدمت کرده ایستادن. و استادای بزرگ، استاد ساربان، استاد کوهزاد، استاد جوربک، استاد کمال نصرالله، نظام قاسم، های خدا رحمت کند، استاد گلنظر، استاد لایق، استادایی که نیستن جاشون جنت باشد، استادایی که هستن عمرشون دراز باشد، افتخار ملت ما هستن. و در صحنه ها، در سرود ها امروز ها مثلا من راست دیگه وقتی که آهنگ نو ایجاد میکنم، اول مثال خانه خودم با که وقتی میسرایم همون بله ایجاد میکنم، اول پیشنهاد اونها میکنم، مادری فرزندان میشنود، خوب خانم من، بعد فرزندان میشنون و بعد مخلصای یک تک از استادای از پیششون یک میگذارم و نصیحت میپرسم. و البته دکتر فنها پروفسور اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده بسیار نصیحت‌های خوب میتین استاد. باز دیگر استادا اسدالله رحمانزاده، محمد سعید شاهیان، آرونبک زاده شمس‌الدین، اینا استادای بسیار امروز نزدیک هستن. استاد نظام قاسم، اکبر عبدالله، خیلی همین برادرای دوستایی که با من هم نشین هستن، حاجی نیکبخت، دیگر برادرای هستن که اینها سرودی من گوش میکنن و روی راست میگن که همیشه سالک دیگه کنید نظم میشه و هم گفتگی من میکنید. و البته کسی که مصلحت دوستانه همچون دوست قبول میکند کارش پیش میره. نفری هستند که میخوان هم صحبت شوند. شما بخیر باشد، میشنویم. السلام علیکم، شامتان بخیر شدی باشه. تشکر، مرحمت، میشنویم سوال شما. استاد عزیز خوش اومدین میگم با رادیو اینا. تشکر بسیار. یا سوال یا درخواست داشتم استاد عزیز. بفرمایید. استاد عزیز سوال من همینه که انا یگم آدمی که شما را دعوت کنه با کنسرت، با توی دعوت کنه، انا یگم مخلصی شما باشه، با حسابی که شرایط نداشته باشه که انا توی شما را دعوت کنه، شما همون کسا با حسابی رویگان میتونین انا رفته یا نه؟ امیر یا سوال یا آدم داد، هم سوال استاد داد گفتن، برای هم سوال آمده دادم. من سلامت باشید. انا دین سوال خواهش ما که هم سرودی مادر چهار میسیره میسایدیم، خیلی خرسانده شد. خوب شده است، تشکر بسیار. من
рости ки ҳамин одамои зиёд назди ман мебиёянд ки ман шароит надорам. якта аз Қурғонтепа як одам омадан гуфтанд ки Афзалшоҳ ман бисёр соло ният карда будам тӯям ба хизмат кунед, ман шароит надорам ки шумо тӯи мана гузаронед, пул надорам. бале ман як рафиқи наздикам сал бойбача як дӯсти наздик дорам. ман гуфтам ту якта тайлоқча мехари як 100 кило зиёдтар гӯшт кунад. як тиша гуфтам ки ту картошкаи сабзи пиёзу як 50 кило биринҷ мегирӣ. оҳо як тиша гуфтам як 2 халта орд мегирем. хуб баъд рафтам ҳамун тӯи ба ҳама чизои мошинкати пешакӣ як рӯз пеш фирсондам. худам рафтам дар ҳамун тӯи аппаратури мондагӣ микрофоне дар омада хай суруд хондам. 2 соат хондам рости гап. баъд гуфтам аку 2 соат хондам бародар мо аку ососта мерем. ба фикри Афзалшоҳ ҷон тӯи 3 соат аку. ман гуфтам ки ин тӯи ту гуфтам ман омадам бояд ту мана дар бораи соаташ гап назанӣ. хай хандидем шӯхӣ кардем. баъд бо 1 соат дига хондам барои ки мухлисо зиёд буданд. баъд ба ҳамин наздикӣ ҳам як мусафед наздам омадан гуфтанд ман 84 ба дар омадам, ман нафақахӯр, ман шароитам нест, наберама хонадор мекунам. ман рафта хизмат кардам ва дар шаҳри Истарафшан, дар шаҳри Хуҷанд, чандин одамо дар Исфара, дар Панҷакент, дар Айнӣ хай ҳастанд одамое ки мебиёянд аз рӯи возможност гуфти русо, аз рӯи тавоноиш, аз рӯи имконият, бале имконияташон мегӯяд ки ҳоҷи бобо ман дар шумо ман ҳамин медонам $2000 там кам барои ки ҳофизчиҳои навбуромад нархошона $5000 караган, $3000 караган. аз худоам наметарсанд, аз бандашам шарм намедоранд ва ҳамин мардума бо рафта фонограмма хонда фиреб метиҳанд. ҳама мегӯянд ки $2000 медонам ки доданам лозим шумо баю, ман ҳамагӣ $500 пул дорам, ба нияти шумо ҳамин ҷамъ карда монда будам. мегӯям шуд ҳамин шумо аз дилатон бароварда ҳамина теҳед, ҳамин $500 $5000 ҳисоб барои ман, $5000 ҳисоб. ва рафта албатта хизмат мекунем холисан лилло. ҳай бо одамое ҳастанд ки доранд, мисол мебиёянд худошон мегӯянд ки мо пул дорем, шароит дорем, ака чӣ қадар пул гӯед мо метем, равед мо ба хизмат кунед. хай ин хелаша бо арӯи инсоф ҳамунам. ягон вақт инсоф берун кор накардем ман, худо ба шукр. ва ҳамаи одамҳое ки нияти тӯи кати пеши одам мебиёянд, ҳофиз бояд шукр гӯяд ки ва як кофта омаданд. ман худо ба шукр 37 сол 38 сол шуд ман ҳофизӣ мекунам, 38 сол шуд тӯи мардум рафта хизмат мекунам. ҳозирам бо одама омада мана мекованд, ман 100 000 бор аз даргоҳи худо шукр мекунам, аз ватанам, аз Тоҷикистони азизам, аз ҳамаи зиндагие ки имрӯз худованд ба мо тоҷикистониҳо, тоҷикон насиб кардааст, шукр карда рафта тӯйҳои одамо ба суруд мехонам. хай бо баъзе вақтҳо мешад ки аз танзим анъана мебиёянд, аз кумитаи андоз мебиёянд барои санҷиш. бо ҳамуноям бечора ҳурмат мекунам, мегӯянд ако шумо одами ҳунарманди мардумӣ халқӣ, шумо хизматон калон, ҳеҷ гап нест, саломат бошед акаҷон, хизмат кунед мардум ба. мегӯям бо ҳамуноям бисёр мардуми нағз, коргарои кумитаи андозу кормандои танзим, хай роҳбарошон одамои хуб ки ҳастанд, онаям роҳбаро гуфтагӣ ҳастанд ки мардума бисёр сахт нагирад. хай албатта мебинанд меран ки соҳиби тӯ мепурсанд ака ту ҳамин Афзалшоҳ Шодиев чанд пул додаисти? ва мегӯяд ки ман ба Афзалшоҳ Шодиев ҳамин хел омада ройгон хонда истодааст, суруд месарад, дар ҳақиқат ҳамин хелам ҳаст. баъд хай мегӯянд хел бошад, саломат бошад мегӯянд, мераванд. ва ман боз як бор дигар мегӯям ки барои мардуми Тоҷикистон, ҳунармандои Тоҷикистон ҳамин шукр карда, ҷон гуфта, имрӯз барои ҳамин сулҳу амонӣ, барои тинҷии давлату мамлакат рафта бепул хонанд одамо. як оши хушрӯй кунад, ҳамин шикамсери хӯрда, аз сидқи дил хурсандӣ кунанд, халқа дуоша гирифта, мардума хурсанд карда рафтан дар корбари ҳамин. бигзор бошад ана ҳамин гуна махсусан фикр, ақида, андеша дар дили ҳар ҳунарманд бошад ки мардуми на он қадар даст дароз аз ҷиҳати молиявӣ дар назар дорем тавониста бошанд ки орзуи худро дар зиндагӣ амалӣ кунанд. зеро тӯй ҳамин гуна маросимҳо дар ҳаёти ҳар як инсон танҳо як маротиб аст ва мехоҳанд ки ба орзуяшон бирасанд. хуб, як нафар инҷо боз навиштанд ки салому дуруд мегӯям ба шумо устоди азиз, чуноне ки мо хабар дорем шумо инчунин шеърҳо низ эҷод мекунед, агар ки илоҷаш бошад аз эҷодиёти худ мисраҳо қироат мекардед. навиштанд: агар хайре кунӣ вақти саҳар кун, забони худ ҳамеша чун шакар кун, дилозорӣ макун дар зиндагонӣ, ғарибону ятимонро назар кун. падар модар худои зиндагиянд, барошон ганҷи дунё хоки дар кун, барошон ганҷу зарро хоки дар кун. падар розӣ, худо розӣ, бародар худо розӣ, падарро тоҷи сар кун. барояд ҳоҷӣ аз дил месарояд, сурудат ҳоҷӣ аз банди ҷигар кун. ва боз як шеър дигарам ҳаст ки гар мӯи саре аз сари мо канда шавад,
زیر قدم 1001 بنده شود. این رشته عمر ما که تار موی است با امر خدا شود اگر کنده شود. از مکتب نیکان جهان علم آموز نیکی به جهان راه گشاینده شود. حاجی تو سر از دل سرود دلکش تا حرف و هجای رودکی زنده شود. سلامت باشید. احسن. واقعا بهترین سخنها، ایجادیات بسیار محتوای بلند داشته، اینقدر مردمی بودن، اینقدر محبتی مردم رو صاحب شدن و باز همزمان همین گونه خاکسار خیلی زمینی و صمیمی بودن نه در هر انسان متاسفانه دیده میشد. ما افتخار میکنیم با شما بر این هنرمند صنعتکار که واقعا یک سهمی به اندازه گذاشته است در رشد صنعت تاجیک، در معرفی صنعت تاجیک در خارج کشور. اینچنین نیست، چون میدونیم آگاهی داریم که برآمدو داشتید. خوب، تمنیات شما با مردم تاجیک؟ من میگویم که به نام خدای بخشاینده و مهربان، به نام همه عزیز و بزرگان، بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند به همه مردم جهان تنی صحت دهد، این وبای و این قضای و این بلای از سر خلق دنیا دور سازد، خصوصا از تاجیکستان عزیز ما. خانه های گرم، خانه های چراغان، زندگی شیرین، دولت تنج و آسوده و به مردم بیرون از تاجیکستان، به مسافرایی که از وطن ما به دیگر دولت ها هستند، خود در امریکا، خود در اروپا، خود در روسیه، خود در کدام گوشه جهان که نباشن، همین مردم ما الهیم در همون جاهای هم با یاد وطن باشن، با یاد تاجیکستان باشن، سراشون بلند باشد، کاراشون با برار باشد و خداوند کریم همه استادای بزرگ، شاعرای عزیز، نویسنده های مشهور، حافظای مشهور، استادای بسیار بزرگ، معلم ها، دکترای الهی خدا نگاه دارد، همه دکترایی که برای ما امروز جان میکنن، خودشون جانشون در خطر مونده مردم تبابت میکنن، الهی سلامت باشن. زیباترین شهر دنیا شهر دوشنبه است. بر رئیس شهر دوشنبه سعادت، برای کار تمنا دارم. با دولت ما برابری پیشوای معظم ملت جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان که قهرمان تاجیکا هستند سری بلند میخواهم و همیشه میخواهم که تاجیکای تاجیکستان در همه گوشه‌های جهان همدیگرشون دستگیری کنن و همدیگر محبت داشته باشن. همیشه خلق تاجیک چنان رودکی گفته است: شاد زی با سیاه چشمان شاد، این جهان نیست جز فسانه و باد. و گفته است که نیکبخت آن کی بخورد و بداد، شوربخت آن کی نخورد و نداد. خدای الهیم دست خیری مردم گشاده باشد و بیچاره‌ای به ناتوان و کمبغلا دست یاری دراز کنن، آدمای همت بلند و همه مردمی که امروز زحمت میکشد، مهنت میکند، نان و آشش در خاندان خودش آش شود برای خودش و فرزندانش. زنده باد تاجیکستان، زنده باد ملت تاجیک، زنده باد ازبکای تاجیکستان، زنده باد همه مردم دیگر ملت های تاجیکستان و زندگی میکردگی. و ما تاجیکا از قدیم الایام خلق بشر دوست، انسان پرست، دسترخواندار، دانشمند بودیم. همین خدا همین چیزا از ما دور نکند و همیشه دولت ما آباد و زیبای و خوشرو باشد. باز یک بار دیگر مسافرای ما در همه گوشه‌های جهان الهی سعادتمند و سربلند باشند. تشکری زیاد. خیلی شاد هستیم، خیلی خرسند هستیم و از نام رادیوی نو با شما پیش از همه برای دعوت ما رو قبول کردنتون، وقت خود رو جدا کرده قدم رنج نمودنتون و شما ایثار مینداری بیان میکنیم. آرزو میکنیم که بگذار صدای شیردار شما در خاندانی هر یک مردم تاجیک تنین انداز باشد. همیشه صحت سلامت باشید، در زندگی خوشبخت باشید، سربلند باشید و همیشه مثل امروز باعث افتخاری صنعت تاجیک، ملت شرفمند تاجیک باشید. بار دیگر خوش آمدید. زنده باد تاجیکستان، زنده باد رادیوی نو. سلامت باشید. تشکر زیاد. عزیزان دل یادآور میشم که دوام این وقت در برنامه بی تنفس با شما بودم من زرنگوری رستم و اینچنین مهمون این شوم ما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استادی شناخته صنعت تاجیک افضلشو شودی. باقی با شما خیر میگم، شوم خوش آرزو میکنیم. خیر عزیزان دل. Новое радио.